سلام، موضوع امروزه درسی بافته پیوست کننده یا اینکه بافته وصل کننده میگویند. بافته پیوست کننده این بافته که در تمام قسمت های ارگانیسم بافته پیوست کننده رو دیدن ممکن. استروما اساسی همه نمود بافته ها، همه عضوها در اساس همه نمود عضوها بافته پیوست کننده در ترکیبش و میخورند. بافته پیوست کننده اصلا در 4 شکل و میخورد. یگانه بافته که در 4 شکل ما دیده میتونیم بافته پیوست کننده میشد. هم شکلی سخت یعنی بافته استخوانی، هم شکلی مایع خون و لیمف، هم شکلی ژلاتین مانند یعنی ژلاتین گفته ماده شفافی چسبک رو میگن. این تقویک‌ها این چنین در شکلی نخی پیوندک‌ها رو دیدن ممکن است، یعنی در 4 شکل. رسمی که ما میبینیم این بافته پیوست کننده نخدار کوک، بافته پیوست کننده نخدار کوک ترکیب از حجره ها و ماده های بین حجروی. اصلا در بافته پیوست کننده حجره ها یک رنگ نیست، از مقدار زیادی حجره های گوناگون ساختار و گوناگون خیل ترکیب یافتند و این ماده نخایی که ما میبینیم نخا و استروما ماده بین حجروی بافته پیوست کننده به حساب می رود. این با رقم 1 فیبروسید می باشد، حجره کلان. این فیبروسید شکل جوانش رو فیبروبلاست میگن، نابالغ شد. بعد فیبروبلاست اصلا این نخای قفس کلاژن و نخای باریک الاستین میگیم، از حساب اینمی فیبروبلاست حاصل میشود. برای همین اساس حجره بافته پیوست کننده این نخدار کوک رو میگن این فیبروسید. بعض وقت میگن اساسی بافته پیوست کننده از همه بافته حجره اونیورسالی که در همه نمودی بافته های پیوست کننده ها میخورد، این فیبروبلاست ها میباشد، میگن این فیبروبلاست. بعد دویم بافته دویم حجره این مونوسید میباشد، مونوسید. سوم حجره، سوم نمودی حجره این بازوفیل. بازوفیل. این چهارمش لیمفوسیت. لیمفوسیت. 5 این میلانوسیت، یعنی پیگمنتی میلانین رو یعنی میلانوسیت حاصل میکنه. 5 میلانوسیت. 6 تیپی حجره این ادیپوسیت. ادیپوسیت این حجره های در ترکیبش روغن جمع میکنه، روغن ذخیره کننده. 7 این اریتروسیت. اریتروسیت. من 7 نمود حجره نشان دادم، باز حجره های دیگر نیز هست بغیر از این حجره، باز دیگر حجره در ترکیب بافته پیوست کننده ما دیده میتوانیم. انا نخو 8 این نخی قفس کلاژن. کلاژن. نخی باریک 9 نخوی باریک این الاستین. الاستین. 10 نخوی رتیکولیاری. نخوی رتیکولیاری. 11 باشد این استروما. استرومای بافته پیوست کننده، یعنی از حجره ها و ماده های بین حجره. ماده بین حجره رو 3 نمود نخ نام بر کردیم و استروما اساسی بافته پیوست کننده. ماده اساسی این حجره ها خاصیت های بافته پیوست کننده از این ساختاری که ما دیدیم یک قطار خاصیت های بافته پیوست کننده رو ما فهمونیده میتوانیم، مقصد درک میکنیم. یکم خاصیت این بینید از حجره های گوناگون ساختار ترکیب یافته است، از حجره های گوناگون، یعنی از حجره های گوناگون ساختار ترکیب یافته است. دوم حجره ها از همدیگر دور جای گیرند، یعنی کوکن. کوک حجره ها دور جای گیرند، از هم دور جای گیرند. سیوم ماده بین حجرویشان زیاد است.
ماده بین حجیروی زیاد است. چهارم، آن همین ماده بین حجیروی گوناگون ساختار می باشد. بعضا مایع، بعضا سخت، در بعضی ژلاتین مانند و نخ شکل. ماده بین حجیروی گوناگون ساختار. گوناگون ساختار. پنجم، قابلیت بلندی تجدید احیا دیده می شود. قابلیت بلندی تجدید احیا تجدید دارند. ششم، همه نمودی بافته پیوست کننده از برگک مبینی جنین یعنی از مزودرم حاصل می شود. انکشاف از مزودرم. قسمت دیگری موضوع ما این تصنیف بافته پیوست کننده می باشد. بافته پیوست کننده را چنین تصنیف می کنند، یعنی مایع، نخی کوک، نخی زیچ و استخوانی. با مایع داخل می شود خون و لیمفا. با نخی کوک چربی یعنی بافته چربی و رتیکولیاری. با نخی زیچ درما، پای، پیوندک و تقویک با استخوانی باشد، یعنی بافته زیچی استخوانی، بافته اسفنجی و دنتین منصوب می باشد. خون این به محیط داخلی ارگانیسم منصوب می شود که در داخل رگ‌های خونگرد و کوکی دل حرکت می کند. از دو قسمت عبارت می باشد: حجره ها و ماده های بین حجروی. حجره خون رو اریتروسیت، لیوکوسیت و ترومبوسیت تشکیل می کنند. مایعش رو باشد، مایع بین حجره‌اش رو پلازمای خون تشکیل می کند که در موضوع خون باز با پرگی ما تحلیل کرده می براییم. لیمفا نیز این به محیط داخلی ارگانیسم منصوب می شود. اساسی حجره های لیمفا رو لیمفوسیت ها تشکیل می کنند. سوال می شود مایع ترکیب لیمفا از کجا گرفته می شود، از کجا پیدا می شود؟ مایع ترکیب لیمفا اصلا از محیط بین حجروی جبیده می شود. از محیط بین حجروی موی رگ‌های لیمفاوی از محیط بین حجروی مایع رو جبیده با ترکیب رگ‌های لیمفاوی جمع می کند و ساختار لیمفا رو یعنی اساس لیمفا رو تشکیل می کنند. بافته چربی اصلا پوست از سه قبض عبارت است: اپیدرمیس که گفتیم بافته اپیتلی، درما و گیپودرما. آن همین گیپودرما یعنی نسج زیر پوست میگویند از بافته چربی ترکیب یافته است و حجره های بافته چربی رو ادیپوسیت میگویند که در این منطقه در داخل این حجره اصلا چرب روغن ذخیره می شود. بافته رتیکولیاری با بافته رتیکولیاری مغز سرخ استخوان، اسپورچ و گره های لیمفاتیکی داخل می شوند که اصلا وظیفه خون حاصل کردن رو اجرا میکنند، وظیفه عضوی خونآفر می باشند. درما این قبض دومی پوست می باشد. اپیدرمیس در زیر اپیدرمیس گفتیم درما جایگیر است. اپیدرمیس بافته اپیتلی، درما باشد بافته چی است؟ بافته پیوست کننده که دارای نخهای زیچ می باشد. نخهای زیچ. پای قسمتی به حرکت موشک که موشک را با استخوان پیوست میکنه، یعنی قسمتی با آخرسی موشک که با استخوان پیوست میشود این پای نامیده میشه، این که پای نام دارد. پیوندک این بافته فیبروزی یعنی از نخهای فیبروزی سخت ترکیب یافته است که دو استخوان رو با همدیگر پیوست میکنند. اگر دو استخوان با همدیگر پیوست شود در قسمت نوگی آنها پیوندک جایگیر است که آنها رو با همدیگر پیوست میکنند. این بافته فیبروزی را گفتیم پیوندک مینامند و وقتی که دو استخوان با همدیگر پیوست شود این منطقه پیوست شوی رو بغوم مینامند. تقویک از دیگر نمودی بافته پیوندی با اون فرق میکند که خاصیت چندیری یعنی قابلیت چندیریش به نهایت زیاد میباشد. رگ‌های خونگرد و عصب‌ها ندارد. حجره های تقویک رو خوندروبلاست این نابالغش رو، اخوندروسیت باشد بالغش رو مینامند. تقویک اصلا در بینی، استخوان‌های بینی، استخوان‌های گوش یعنی در ارگانیسم به نهایت زیاد وامیخورند. بافته استخوانی زیچ گفتیم اصلا در آن منطقه در زیچش ماده بین حجروی پره است، یعنی زیادتر است.
در اسفنجیش کمتر است، در اسفنجیش کمتر است. از این رو در استخوان‌های اسفنجی کوکی دیده میشه، این خولگی ها، مثلا استخوان‌های پیشکفی دست، پیشکفی پا، استخوان توش پهن است اما اسفنجی است، یا استخوان قبرغه ها، استخوان پهن اما چی هستند؟ ترکیبا اسفنجی هستند. دنتین باشد، دنتین دندان، قسمت بالای دندان رو ایمالی دندان احاطه کرده است، یا اینکه ایمال، یا اینکه چی میگن ایمال یا سیری دندان. انم در زیر سیری دندان دنتین جایگیر است. دنتین که بافته پیوست کننده، یعنی بافته پیوست کننده است، پیوست کننده استخوانی استواری مستحکمی دندان رو تامین میکنند. بعد وظیفه های بافته پیوست کننده، وظیفه های بافته پیوست کننده، یکم وظیفه این تکیه‌گاهی می باشد. تکیه‌گاهی، بافته استخوانی، بافته تقویتی، این همه وظیفه تکیه‌گاه، یعنی تکیه‌گاه ارگانیسم رو تامین میکنن. دیگر وظیفه این وظیفه محافظتی. وظیفه محافظتی چگونه محافظت میکنند؟ استخوان ها با هم دیگر پیوست خولگی ها رسل میکنند، در این خولگی ها عضو ها جای گیرند و از تاثیرات های مکانیکی این عضو ها را محافظت میکنند. این استخوان ها در خولگی کاسخانه سر مغز سر جای گیرد. هنگام یگان ضربه، یگان تاثیرات تنها در استخوان میرسد، در مغز سر کمتر، یعنی تاثیرات ضربه رو با مغز سر کمتر میکنند، با این رو محافظت میکنند. و این چنین وظیفه محافظتی رو در ترکیب خون و لیمف، لیکوسیت‌ها یعنی حجره های بیرنگ خون جایگیرند، هر اصلا سفیدچتا میباشند که وظیفه محافظت کردن، یعنی ارگانیسم رو از جسم های بیگانه چی میکنند؟ حفظ میکنند. بعد این وظیفه محافظتی بود. دیگر وظیفه تروفیکی. وظیفه تروفیکی یعنی غذادهی. در ترکیب خون اصلا پلازمای خون ده سفیده با نام آلبومین جایگیر است و این سفیده آلبومین کشانیدن ماده غذایی را اجرا میکنند. با عضو بافتا از قسمت هایی مثلا از سیستم هاضمه که ماده غذایی جبیده میشوند و در از این منطقه ماده های غذایی را به خود پیوست کرده برده به عضوهای لازمی عضو بافتا چی میکند؟ میرساند. این وظیفه غذادهی خون میباشد. بعد دیگر وظیفه چهارم، وظیفه خون حاصل کنی، خون حاصل کنی یا خونآفری. این بافته رتیکولیاری که با آن گفتیم مسخور استخوان اسپورج گیره های لیمفاتیکی منصوب میباشند، وظیفه حاصل کردن خون را اجرا میکنند. همچون عضو خونآفر در این حجره های رتیکولیاری عبارت است و در این حجره ها چی حاصل میشود؟ اصلا حجره های خون، هم اریتروسیت، لیوکوسیت، ترومبوسیت در این منطقه چی میشه؟ حاصل میشود. پنجم وظیفه ایزولیاتوری گرمی. ایزولیاتوری گرمی، واسه ایزولیاتوری گرمی این بافته چربی تشکیل میکنند. گفتیم که در قبض سیومی پوست جایگیر است، نمیگذارد که گرمی بدن ما بیرون شود. ایزولیاتوری گرمی اینکه تنظیم گرمی رو اجرا میکنند. خوریچوی گرمی یا اینکه از بیرون وریچوی خنکی و گرمی رو چی میکنند؟ حفظ میکنند. اصلا نمیگذارد که گرمی بدن به بیرون خارج شود. ششم وظیفه این ذخیروی. وظیفه ذخیروی را اصلا این بافته چربی اجرا میکند که در خود چرب را ذخیره میکند و این چرب هنگام نبودن انرژی اگر در ارگانیسم در اون منطقه نرسد، اگر میتواند که چرب اکسید شده با ارگانیسم رو با انرژی تامین کند. هفتم وظیفه این رگنراتوری. یعنی تجدید. اگر کدام قسمت ارگانیسم آسیب بیند، این منطقه در حال برقرار می شود. اساس برقرار شدن این منطقه رو بافته پیوندی، یعنی این منطقه با بافته پیوندی برقرار می شود از حساب نخهای کلاژن و الاستین که در بافته پیوندی جای دارد. تشکر به دقتتون.